السلام علیکم جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. بنده کاتب علمی مؤسسه دولتی مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محرمبک محرمبکوف. سراول از نام خودم برای زحمت‌های بی اندازه تان در تأسیس و رشد دولت ملی تاجیکان که آرزوی چندین هزار ساله‌های نسل‌ها در مرحله‌های تاریخ بود منتداری بیان می‌نماییم. جناب عالی، ما از برای بنده که فرزند یک گوشه زیبا منظر تاجیکستان بدخشانم، هستی شما، کارنمایی‌ها و مناسبت صمیمی شما به این گوشه وطن مایه افتخار ماست. شما نه تنها بدخشان را به دروازه طلایی تاجیکستان تبدیل دادید، این چنین زمینه‌های اخلاقی و معنوی همزیستی آسایشته مردم را نابسته از اعتقاد همچون فرزند یک مادر یک وطن تأمین نمودید. برای بنده همچون متخصص دینشناس حفظ تجربه همزیستی آسایشته و همدیگر فهمی پیروان مذهب حنفی و اسماعیلیه از نادرترین دستاورد دولت معاصر تاجیکستان و نمونه بی همتای جهان اسلام است. مردم این گوشه تاریخی تاجیکستان امروز خوب می‌دانند که محض با ابتکار و دستگیری‌های بی‌واسطه شما همچون حامی کنستیتوسیا و قانون‌ها حقوق و آزادی‌های دینی حفظ شده، مرکز اسماعیلیه جماعتخانه تأسیس یافته است و برای رشد فرهنگ دینی مذهبی شرایط مساعد فراهم آورده شده است. ما شما را باور می‌کنانیم که قطع نظر از منسوبیت اعتقادی رسالت نخستین اصلی و اساسی هر یک ما همچون شهروند تاجیکستان، همچون فرزند وطن عزیز تاجیکستان، میراثبر تاریخ بای نیاگان ملت تاجیک متحد شدن در اطراف هدایت‌های شما و وطن عزیزمان تاجیکستان است. ما از تاجیکستان آزاد، آباد، آرام، صاحب استقلال و ملت صاحب دولت تاجیک با پیشوای ملتش یعنی جناب عالی با شما کفیل حقوق و آزادی های اعتقادی است. سلامت باشید. بدخشان آباد میشد. امسال سال 2024 ما راه قلعه خم سرحد روشان را با استفاده میتیم. اصلا قطعه دوشاگذر راه دوشنبه شهر خورق همین قطعه است. جای کاری هم میشد، نیروگاه ها بنیاد کرده ایستادیم. من جدا نمیکنم، من در اما چندین سال پیش بود که آینده بدخشان و یک دروازه طلایی تاجیکستان مبادل میگردد. بین صدها هزار تن بار کشانده شده ایستاده است. چقدر مردم صاحب جای کار، چقدر مردم صاحب زندگی، راننده ها در راه میستن خوراک میخورن جا، چقدر سیاه ها راه ها شدن. ولی باب میشد سه قسمت بودیم در بنبست بین حتی منطقه ها 6 ماه نمیدانستیم، مردم رفت آمد نداشت نمیدانستیم. ولی بسیاری ها هم کسی رفته باشد هم نه ای که یک آبهای گرمش منطقه های اینقدر زیبا، اینقدر شرشره ها، اینقدر موضع های زیبا است. سلامت باشید. سلام علیکم. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی، بنده ذکرک بیک مراد خادم دینی از ناحیه راشقله ولایت مختار کوهی بدخشان، در حضور شما لطف فرمودن عجیه الهی است. بنده سلام و درود مردم بدخشان را به شما رسانیده دعاگوی آن هستیم که سلامتی شما بر دوام، وطن عزیزمان تاجیکستان آرام و آسوده و مردم شریف کشور در زیر هدایت‌های شما زندگی پربرکت بردوام داشته باشند. تمنیات خود را با نوگ قلم در شعر زیر گرد آورده‌ام. عمد بیحد ملتم محفوظ یزدانی شده، صاحبی تخت و جلالی آل سامانی شده، بعد 100 ساله از نو گشته صاحب اختیار، پرچمی تاجیک کنون تا حوض کیهانی شده.
سروری دولت نمادی شای ارمانی ماست. مردمان ایمن ز هر گونه پریشانی شده. بر جناب عالیا الله بده عمری دراز. این دعا از من به فضل جود ربانی شده. مهربان و مشفق است بر هر یتیم و بینوا. زین سبب نامی نکویش بین که رحمانی شده. مثل او مردی خردمند هیچ یک مادر نزاد. در جمال و حسن حکمت یوسفی ثانی شده. پیشوای ملتم تبلیغگری وحدت بود. دوستی در ملک ما یک قرض ایمانی شده. شکر استقلال و وحدت امدیاران عزیز. نعمت و گنج و گوهر امروز ارزانی شده. تازه شد دینی مبین از پنجه افراطیان. به محابا دوره نیکو مسلمانی شده. مهرنامه می نویسم وصفهان عالی جناب. چون که او محبوب هر یک تاجیکستانی شده. دائم ای دوستان شکرانه وحدت کنیم. این ترانه مهر مهری هر بدخشانی شده. بیک مراد یک واصفی زیبا دیاری تاجیک است. در دیاری نازنین بزمی غزلخوانی شده. تشکر زیاد. سلامت باشی. نیروگاه ساختمانش رفته ایستاده است. بله. بیرای کسلخانه نایوی رفته ایستاده است. بله بله. ساختمان مکتب رفته ایستاده است. بله ساختمان بله. خانه استقامتی رفته ایستاده است. یک جان تشکر. سلامت باشی. سلامت باشی.